این خداست که بادها را میفرستد تا ابرها را به حرکت درآورد، سپس آنطور که بخواهد در آسمان بگستراند و متراکم کند. بدین سان باران را میبینی که از لابلای آنها بیرون میزند و هنگامی که آن را به هر کس از بندگانش که سلام بداند میرساند، آنها هم شادمان میگردند. حالان که پیش از این نزول همشان مایوس بودند. به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین مرده را زندگی میبخشد. چون این خدایی زنده کننده مردگان است و او بر هر کاری تواناست. اگر بادی مخرب را بفرستیم که بر اثر آن مزارعشان را زرد و پژمرده ببینند، از آن پس به کفر روی می آورند. تو نمی توانی مردگان را شنوا کنی، همچنان که نمی توانی سخنت را به گوش کرانی که روی برگردانده‌اند برسانی و نیز نمی توانی کسانی را که نسبت به حقایق کورند از گمراهی به راه هدایت برگردانی. تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی که به آیات ما ایمان دارند و سراپا تسلیم حق هستند برسانی.